برگ سبز، برنامه شماره 266. این برنامه با همکاری پرویز یاحقی، جمال وفایی، مجید نجاحی، ورزنده، ناصر افتتاح و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ شور. اشعار متن برنامه و غزل آواز از هلالی جغتایی. گوینده فیروزه امیرمعز. حذر کن از دم سرد رقیبه نو گل خندان، که از باد خزان آفت رسد گلهای رعنا را. دلا تا میتوان امروز فرصت را غنیمت دان، که در عالم نمیداند کسی احوال فردا را.
جان خوش است اما نمیخواهم که جان گویم تو را. خواهم از جان خوشتری باشد که آن گویم تو را. من چه گویم کانچنان باشد که حد حسن توست. هم تو خود فرما که چونی تا چنان گویم تو را. بس که میخواهم که باشم با تو در گفت و شنود. یک سخن گر بشنوم 100 داستان گویم تو را. قصه دشوار خود پیش تو گفتن مشکل است. مشکلی دارم نمیدانم چسان گویم تو را.
حبیب من آرزومند توام، بنمای روی خویش را، ورنه از جانم برون کن. آرزوی خویش را حبیب من یا خدا، خوب رو را خوی بد لایق نباشد جان من، همچو روی خویش نیکو ساز، همچو روی خویش نیکو ساز، خوی خویش را
نه شبنم بود ریزان وقت صبح از برگ گل ز شرمت ریخت بر خاک آب روی خویش را. که یابم زندگی همراه با
همراه باد صبا بفرست بوی خویش را این بود برگ سبز، برنامه شماره 266.